میدونی چرا من پول ندارم؟ چون آقام پولدار نبود. من بچه پایینم. بابای پولداری مثل شما نداشتم که مالشو بپوشم و مالشو سرشم و مالشو بخورم. تا حالا شنیدی بچه 7 ساله خرج خونه رو بده؟ تا حالا شده خواهر خاطر یه دونه پیراشکی گریه کنه، تو هم تو خلوت خودت گریه کنی به خاطر اینکه پول پیراشکی رو نداشتی؟ تا حالا شده به عشق گرما بری خونه تو ببینی خونه از بیرون سردتره؟ کدومتون تو سن 10 سالگی تو کوره آجرپزی کار کردی؟ پا گذاشتم رو قلبم که لشم